که سینه رو سپر کرده داده جلو، به افق دور خیره شده و زبانش از بیخ دهنش داده بیرون، داره سیبش میکشه و از این هولناکتر میگفت اما اگه روزی جای استخر رفته بودی و دیدی آقایی تو آب استخر بی تحرک وایستاده به یک نقطه از آب استخر زل زده و خیره شده، اون بیشرف داره کاری رو میکنه که نباید. خب بسه یادمه بدیم برنامه با جناب چیست؟ انقدر این موجود کم اهمیته که نمیگه کیست، میگه چیست، جز اشیاست. میگه با جناب مثل سوراخ اول کمربند میمونه، همیشه هست اما به هیچ دردی نمیخوره. میگفت که دو تا با جناب سوار یه الاغ شده بودن، تو یه مسیر میرفتن، پشت سریع برگشت پشتشو به یکت نشست، یه شدن چرا پشتتو به این کردی؟ گفت آدم دوم خر رو ببینه بهتر از این پس گردن پشت ناخن دستم الله. از این لحظه بعد نمیخوام براتون بخونم به دو دلیل. اول که من شومنم، خواننده نیستم. دوم باید بهتون بگم عزیزان من با همه احترامی که برای خواننده‌های خوبی کشورمون قائلم، باید بگم کارهایی رو که خواننده‌ها انجام میدن دیگه واسه من پیش پا افتاده است. جدی میگم، داری قضاوت می‌کنم. یه اخلاق عجیب ما ایرانی‌ها داریم. تو زندگی از هر چیزی که خیلی خوشمون میاد یا خیلی بدمون بیاد در هر دو صورت فحش میدیم. حالا بهت ثابت ذهن شما رو خوندم، اکثرا تصور کرد و گفتی که پسر از خود راضی رفتی اون بالا میگه من از خواننده ها بدترم، اینطور نیست. مجبورم کرده احضار روح کنم اگر میل باطنی. از این کارا خیلی خوشتون بیاد نه؟ روح محسن یگانه رو یه لحظه میکشم. به این قشنگی دارم گلومو جر میدم. صدای محسن یگانه شبیه سازی میکنم، اون آقا اون گوشه برگشته اینطوری میکنه. چه صحبت، چقدر قشنگ. من گفتم در هر دو صورت فحش میده، چه فحشش بیاد چه برش بیاد. عوضی من تشویق کنی فحش میده. گله کوری که بخت منه که تمومه اتفاقای بدش شاهده زندگی سخت منه. شونی و غمگین میزنی تو آخرش میگی خدا